بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء ما به شما رسیدیم که این سوره را چرا بنی اسرائیل میگن؟ به خاطر از اینکه زیاد در این موضوعات و اشتباهات و غلطی ها و جزاهایی که برای بنی اسرائیل داده شده این بیان شده. و چرا قصه های بنی اسرائیل و اشتباهات از اونها برای ما و شما ذکر میشه؟ به خاطر از اینکه طب دو قسم است. خود قرآن کتاب است که ما و شما را تداوی میکنه. یکی طب معالجوی هست و یکی طب وقایوی. طب وقایوی قرآنی برای ما و شما این قصه ها را بیان میکنه که به امراض، شرکیات، کفریات، بی‌ادبی ها و بد اخلاقی هایی که بنی اسرائیل مبتلا شدن احتیاط کنین، شما خود وقایه بکنین. ایره طب وقایوی قرآن میگه. و باز طب معالجوی قرآن امی هست که الله متعال میگه که این قرآن که از شفا هست لما فی الصدور، سینه های شما را شفا میته، بدن شما را شفا میته. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این سوره را سوره بنی اسرائیل به خاطر ازی میگن که همین داستان و قصه ها و چیزهایی که از بنی اسرائیل است، اشتباهات و غلطی های از اونا این بیان میشه. این سوره اسراء هم میگن به خاطر ازی که همو حادثه اسراء و معراج که از که الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به مسجد اقصی بردن در همون شب. این هم یکی از مطالب است که در این سوره ذکر شده هست. این سوره هم سوره مکی هست. غالبا ما شما خوانده بودیم که فرق بین سوره های مکی و مدنی در این است که سوره های مکی تقریبا در 13 سال اول قبل از هجرت وقتی که نازل شده است و یا سوره هایی که در مکه نازل شده است، این سوره ها جنبه اعتقادی داره، زیادتر دلایل توحید بیان میکنه. جرم مشرکین، افکار و اندیشه های غلط مشرکین، خواه مشرکین قریش باشه، خواه مشرکین یهود، خواه مشرکین نصارا و خواه هم مشرکین فارس روم، این کل از اینا را رد میکنه، دلایل رد از اینا را بیان میکنه، دلایل وحدانیت الله را و دلایل توحید بیان میکنه. از این خاطر این سوره هم در جمله سوره های مکی هست. اما سوره های مدنی خب ما و شما میفهمیم که در اونجا باز امو دیگه احکام عبادات، معاملات، اقتصاد، سیاست، نظام اجتماعی، نظام مثلا اخلاقی و دیگه مسائل باز زیادتر در آیات مدنی بیان میکنه که احکام است. این سوره تقریبا 111 آیت داره، 12 رکوع داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارتباط از این سوره با سوره قبلی چی است که در سوره های قبلی ملت پاک ابراهیم علیه السلام بیان شد و در این سوره مبارکه بیان میشه که کسانی که خود پیرو ابراهیم علیه السلام میگرفتن و یا پیرو موسی و عیسی علیه السلام میگرفتن، ببینید که خودشان چی اشتباهاتی را کردن و چقدر از ملت ابراهیم دور هستند. در سوره قبلی هم مسائل توحید بیان شد و رد شرک. در این سوره هم توحید و بیان رد شرک میشه. در سوره قبلی عزتی که الله متعال به ابراهیم علیه السلام داد، در این سوره بیان میشه عزت را که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان پاک است الذی، او ذاتی که اسرا بعبده، برد بنده اش را، لیلا در شب، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، از مسجد الحرام به مسجد اقصی. علامه ابن کثیر رحمه الله میگه که مسلمان ها که هستن به خاطر ازی که مثل یهود و نصارا اصل شرک چی هست؟ شما را اگه کس پرسان میکنن که شرک از کجا پیدا میشه، در جواب میگن که شرک از محبت افراطی اولیاء الله پیدا میشه. اگر کسی به اولیاء الله کی هستن؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، اینا اولیاء الله هستن. ایمان به اولیاء الله واجب است. ما به هر پیغمبر، به هر صالح، به هر نبی، به هر شهید، به کل وجود از اینا و شخصیت از اینا باور داریم. پس افراط نمیکنیم. بعضی کسا هستن به خاطر افراط در شخصیت اولیاء الله کافر میشن و بعضی کسا تفریط میکنن. افراط چی هست؟ زیاده روی هست و تفریط چی هست؟ بی‌ادبی و نقصان هست. نصرانی ها افراط کردن در شخصیت عیسی علیه السلام. چی افراط کردن؟ او را بسیار توصیف کردن
محبت افراطی کردن. محبت افراطی منجر شد به چی؟ منجر شد به شرک. عیسی پسر مریم گفتن که چی است؟ گفتن که عیسی پسر مریم پسر الله است. این افراط است که پیغمبر از پیغمبری بکشی، ولی را از ولایت بکشی، صفات الله را برازو بتی یا عبادت الله را برازو بکنیم. و بعضی از یهودی‌ها تفرید کردن، پیغمبرها را دشنام دادن، پیغمبرها را گفتن که شرابخور هستند، پیغمبرها را گفتن زناکار هستند، بناهن یا تفرید و بیادبی کردن. اونا به خاطر افراطشان کافر شدن، اینا به خاطر تفریدشان کافر شدن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک توصیه کرده. توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. شما بسیار افراط نکنین، زیاده روی در مدح نکنین مرا، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم زیاد توصیف کردن و بالاخره ایره چی کردن؟ از مقام نبوت به مقام الوهیت کشاندن. این کارا نکنین در حق من. ولکن قولوا عبد الله و رسوله، لکن بگوین که امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده الله است و رسول الله است. همین قدر کفایت میکنه. علامه ابن کثیر رحمه الله میگه وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال به اسراء و معراج وقتی که ایره به کجا برده شد؟ در شب که از مسجد حرام به مسجد اقصا برد و باز از مسجد اقصا به طرف کجا برده شد؟ بالاخره به طرف آسمان برد، به معراجی را بالا کرد. در این وقت میگه بر رسول الله صلی الله علیه و بهترین لقبی را که برش استعمال کرد، چون مهمان الله بود و ایره بالا می برد، ایره گفت تو بنده ایم هستی، به عبدیهی گفت. متوجه هستین؟ میگه اینجا سعی کنین سبحان پاک است الذی، او ذاتی که اسرا برد به عبدیهی، بنده اش را. یعنی میگه بهترین لقب بر رسول الله صلی الله علیه و بندگی هست. چرا بنده هست؟ بندگی بر رسول الله و او هم که بنده الله باشی بزرگ لقب است. از این خاطر با این نام خوبشی را یاد کرد. لیلا، در شب که بردشه، از کجا برد؟ من المسجد الحرام، از مسجد الحرام برد الی المسجد الاقصی، به مسجد اقصا که قدس شریف است. الذی، او جایی که او مسجدی که بارکنا حوله، الله متعال میگه ما برکت انداختیم در ما حول و اطراف از او. لنوریه، هدف از اسراء چی بود که رسول الله صلی الله علیه و برد؟ الله متعال میگه لام تعلیل است، علتش بیان میکنه، میگه به این علت که نوریه، ما بر از اون نشان بتیم بر رسول الله صلی الله علیه و من آیاتنا، دلایل قدرت خدا. وقت عصر تکنولوژی امروزی وارد نبود. حالا برای ما و شما مثلا این کار آسان است که یک نفر در یک ساعت شب مثلا بره تا یک مملکت دیگه و پس برگرده. او وقت چون وسایل ترانسپورتی خوبش نبود، این راکت های زمین به هوا وجود نداشت، این وسایل وجود نداشت و رفتن یک نفر از یک مملکت تا مملکت دیگه بر از اونا بسیار سخت بود. الله متعال دلایل قدرت و عظمت خدا بر از اونا نشان داد که الله متعال اینقدر قدرتمند است که میتونه در یک ثانیه یک بنده خدا از یک مملکت به مملکت دیگه و از اون مملکت حتی به آسمان ها را انتقال بکنه. و این مقدمه بود برای تکنولوژی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب تکنولوژی میشن و بالاخره خود از اینا میتونن از یک منطقه به منطقه دیگر به زودی انتقال بکنه. این قدرت الله هست. الله متعال یا معجزه میته و یا هم علم میته. بعضی اوقات بعضی از علوم هستن که بسیار علوم عالی می باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب الله متعال از اونجا برد تا الله متعال دلایل قدرت خدا، دلایل عظمت خدا، دلایل کبریای خدا، دلایل الوهیت خدا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان بده که الله چقدر ذات قدرتمند است که تو نمیتونی از این منطقه تا اون منطقه بری. به یک شب تا کجا و تا کدام مناطق تا اینجا برد. یک مسئله دیگه هست که در مسئله معراج حال هم دانشمندا و علما میگن که آل زمانی که در اونجا هست، زمانی که به طرف آسمان حرکت میشه، ایره آل سالهای نوری میگن. یکی سالهای نوری هست، یکی سالهای ما و شما هست که به حساب امی گردش زمین و گپا محاسبه میشه. ما و شما ساعات داریم، ساعاتی که
ما و شما اینجا داریم، لکن سالهای نوری که آل او به حساب حرکت نور حساب میشه دیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینمی اسلوب چی کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن به طرف کجا؟ از مسجد حرام بردش الی المسجد الاقصی، و مسجد اقصی که در قدس شریف است، الذی آنجایی که بارکنا حوله، الله متعال میگه ما برکت داریم در اطراف از او، لنریه من آیاتنا، تا ما نشان بدیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه های قدرت خدا، دلایل قدرت خدا، دلایل عظمت خود را. انه هو السمیع البصیر، یقینا که الله متعال سمیع بسیار شنوا هست، البصیر و بینا هست. بعد از اینکه الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم این مقام و منزلتش بیان کرد، بعضی از علمای یهود که خود یهود میگرفتن و عالم و دانشمند میگرفتن، یا خیستن تبصره های زشت کردن که هیچ امکان نداره که یک نفر، چون مردم عقب مانده بودن، مردمی بودن که تکنولوژی نداشتن، مردمی بودن که نه در تکنولوژی پیشرفت داشتن و نه هم در عقیده عقب مانده بودن. عقب مانده را چه قسم تعریف میکنن؟ میگن عقب مانده کسی است که سه چیز را در عقب خود گذاشته باشه: دین خود در عقب خود گذاشته، به طرف دین نمیره، عقل خود هم در عقب خود مانده، معقولانه هم فکر نمیکنه، و تکنولوژی را هم در عقب خود مانده، ساینس هم نمیخونه. این حال بعضی کساست که دین تنها درجه یک عقب مانده است، این جاهل میگن. باز یک کس دیگه است که هم دین مانده هم عقل مانده، بازی رو جاهل مرکب میگن. باز یگان تا دیگه هستن که هم دین مانده، هم عقل مانده، هم تکنولوژی مانده، کیره جاهل به توان سه میگن. این حال در اینجا متاسفانه ما و شما عزیز زیاد داریم که بیخی متعقب مانده خوب پخته هستن که نه از دین شدن و نه از دنیا شدن و نه از آخرت شدن. این حال این مردمای بی دین و گمراهی که نه تکنولوژی داشتن و نه هم دیندار بودن، خیستن اعتراضات کردن که چطور پیغمبر میتونه در یک شب از یک مملکت در دیگه مملکت بره. این حال برای ما و شما ثابت است که حالا اگر وسایل باشه بسیار ساده هست. یک نفر رو میبینیم شام کجا بودی؟ میگه والا صاحب رفته بودم فلانی مملکت. چه وقت پس آمدی؟ والا شام رفتم کار داشتم، پس تیاری مامت چی بوده دیگه، همونجا رفتیم یک 5 دقیقه کار کردم، پس حرکت کردم آمدم. خب این حالا هیچ مشکل نیست. الله متعال برشان میگه شما انتقاد نکنین، غلط نگوین. موسی علیه السلام وقتی که رفت چه قسم بود؟ نرفته بود به کوه طور. موسی علیه السلام بالاش کتاب نازل نشد. آیا او قدرت الله را قبول ندارین؟ اگر او را قبول دارین باید را هم چی کنین؟ قبول داشته باشین. الله متعال میگه و آتینا و دادیم ما موسی الکتاب، و بر موسی علیه السلام کتاب تورات دادیم، و جعلناه و گردانیدیم تورات را هدن هدایت لبنی اسرائیل. بر کی؟ بر بنی اسرائیل. این حال موسی علیه السلام پیغمبر بود برای بنی اسرائیل، این هدایت بود برای بنی اسرائیل. الله تتخذوا، ای که شما مگیرید، من دونی بغیر از من وکیلا، هیچ وکیل و کارساز. ذریت من حملنا، اینا فرزندان کی بودن؟ اینا فرزندان من کسانی بودن که حملنا، ما اونا را حمل کردیم در کشتی، مع نوح، به امرای نوح علیه السلام، یعنی اولادهای از اونا بودن. انه یقینا که نوح علیه السلام و یا موسی علیه السلام، ضمیر به هر کدامش راجع بکنی اقربش نوح علیه السلام است، و بعضی از مفسرین میگن موسی علیه السلام هم هست. میگه کان عبدا شکورا، یقینا که او اگر نوح باشه نوح علیه السلام و اگر موسی علیه السلام باشه، و ما میگیم ان شاء الله اردوشان راجع میتونه شده، اردوش صحیح است. انه کان، یقینا که او بود، عبدا بنده شکورا، شکرگزار و سپاسگزار الله بود. و قضینا، و الله متعال میگه ما قضا کردیم و نوشته کردیم. قضا دو قسم است، همیشه فکرتان باشه. قضا، فیصله الهی دو قسم است، یکی قضای تکوینی میگن، یکی قضای تشریعی. قضای تکوینی است که او قضای تکوینی مربوط میشه به فیصله الله در کائنات که در او انسان نه اختیار داره، اختیار نداره انسان، و مسئولیت هم نداره و صلاحیت هم نداره. اختیار نیست، مسئولیت نیست، صلاحیت هم نیست. مثلا در خلقت آسمان ها، ما این قضای تکوینی الله هست که 7 آسمان باشه. ما در 7 آسمان نه صلاحیت داریم، نه مسئولیت داریم، نه در روز قیامت از ما پرسان میشه که چرا 7 آسمان بود. ما میگیم که ما نه در مسئولیت داشتیم و نه صلاحیت، و نه از پیش ما وقتی که صلاحیت نداشتی
همین عدالت الهی است. در چیزی که صلاحیت نداشتی و توانایی نداشتی، در او باز مسئولیت و سوال از پیش رو نمیشه. مثلا در رنگ چهره مرا الله متعال نیمی رنگ خلق کرده. یگان تا مرا میگه استاد تو سیاپوست هستی، یگان تا میگه گندمی هستی، یگان تا میگه مقبول هستی، یگان تا میگه بدقواره هستی، یگان تا میگه زیبا هستی، یگان تا میگه بدرنگ هستی. هر کسی به چشم خود، اگه خودش بدرنگ است مرا بدرنگ میبینه، اگر خودش سیاست چشماش سیاست مرا سیاه میبینه، اگر چشم سفید است مرا سفید میبینه. با این حساب در رنگ خود من صلاحیت دارم نه مسئولیت دارم و الله مرا در روز قیامت پرسان نمیکنه که تو چرا این رنگ بودی یا این رنگ نبودی. این قضای تکوینی الله است. ما در فلانی قوم تولد شدیم، نه کسی مرا پرسان میکنه چرا استاد تو تاجیک هستی، من میگم والله قضای تکوینی الله است. یک کس میگه استاد چرا پشتون هستی، من میگم والله قضای تکوینی الله است. مرا در خانه پشتون یا در خانه تاجیک خلق کرد. از من پدرم پشتون است، مادرم تاجیک است. یگان قومای ازبک هم داریم. ایناله پس اگر کس مرا پرسان کنه تو چرا ازبک هستی، من میگم والله مرا در خانه ازبک الله خلق کرده. بناهن اگر کسی به خاطر تاجیک بودن ما یا پشتون بودن ما یا ازبک بودن ما یا عرب بودن ما یا عجم بودن ما که الله نخواسته، الله خودش خواسته، ما نمیخواستم خلقم کردن. اگر دیگه کس انتقاد میکنه پس او قوم پرست است. جنگ قوم پرست ها که الله است، سر الله انتقاد میکنه. اگر از ما مشوره خواسته میشد میگفت که خودت میخوای در کدام قوم باشی، در کجا خانه‌ات باشه، من میگفتم یا پاک پروردگار هیچ مرد در افغانستان پیدا نکو. کجا پیدا کردیم؟ در پالوی مکه مکرمه که خوبم یک پدر لوکس هم می داشتیم، یک بلند منزل می داشت. از اون منزل بالا دیگه در بین لفت می آمدم پایین، پیرانک سفید بسیار لوکس، همونجا نماز می خواندم، نه جنگ نه غال مغال نه دعوا، خوب طواف خودم می کردم، باز بعد پس می رفتم در اونجا خوب لوکس. این حال وقتی که الله مرا در اینجا خلق کرده، با این زبان خلق کرده، در این قوم خلق کرده، این قضای تکوینی الله است. فهمیدین قضای تکوینی را؟ قضای تکوینی مربوط میشه به خلقت آسمان ها و زمین، خلقت جنت و دوزخ، انزال پیغمبرها، کتاب های آسمانی، زبان این کتاب ها، این کلش مربوط به قضای تکوینی هست. ما نه صلاحیت داریم، نه مسئولیت داریم، نه اختیار داریم، نه از ما سوال میشه. در قضای تشریعی چی است که الله متعال فیصله کرده که شما خالق یکتا را پرستش کنین، فیصله کردن شما اخلاق خوب داشته باشین، فیصله کردن در قضای تشریعی که شما باید چی داشته باشین، عبادات خاص برای الله بکنین. همچنان گفته در معاملاتان بسیار صادق باشین. این قضای تشریعی است، لکن هم صلاحیت داره هم مسئولیت. دیگه اختیار داره. الله میگه، الله فیصله کرده که چی شود؟ فیصله کرده که کلگی عبادت الله را بکنن. اینال اگر کسی عبادت الله را نمیکنه الله برش اختیار داده. این قضای تشریعی میگه. بنابراین در قضای تکوینی نه صلاحیت نه مسئولیت. در قضای تشریعی هم صلاحیت و هم مسئولیت است. اینال وقتی که قضا گفته میشه فرق باید بفهمین که کدامش قضای تشریعی است، قضای تکوینی است. و قضاینا الله متعال میگه ما فیصله کردیم الی بنی اسرائیل و بنی اسرائیل فی الکتاب، در کتاب. یعنی این فیصله بود در کجا؟ در کتاب، یعنی در لوح محفوظ ما نوشته کرده بودیم که لتفسدن فی الارض مرتین، که شما فساد میکنین در زمین مرتین، دو مرتبه. خودتان اختیار برتان داده میشه، امکانات برتان داده میشه، لکن با وجود از اینکه پیغمبر پیشتان آمده، کتاب پیشتان آمده، شما مردم مفسد هستین، دو مرتبه فساد میکنین در زمین، فساد بسیار خطرناک. ولا تعلن، و شما کشی میکنین، خدا بسیار نسبت به دیگران عالی میپندارین، علوا کبیرا، امو عالی پنداشتن بسیار بزرگ، بسیار غرور میکنین، بسیار تکبر میکنین، بسیار افتخار میکنین سر خود. فاذا جاء وعد اولاهما، پس وقتی که بیاید وعده اولیش، یعنی اولین فسادی که شما میکنین، بعثنا علیکم، باز الله متعال میگه ما مبعوث میکنیم، میفرستیم علیکم بالای شما، عبادا لنا، بنده های خود را. بنده ها چی مسلمان باشه یا کافر باشه، کلش بنده های الله هست. اولی بأسن، که باز امو بنده ها بسیار چی می باشن؟ خطرناک می باشن، بسیار در جنگ شدید می باشه. اولی بأسن شدید یعنی جنگاورا و جنگندگان بسیار شدید و سخت می باشن. فجاسو، پس چی می کنن؟ داخل می شون و مداخله می کنن خلال دیار، در داخل سرزمین شما. شما فساد کردین، لشکر جنگی خطرناک می و داخل میشن. در کجا؟ در دیار شما.
و شما را سرنگون و برباد میکنن. و کان وعدا مفعولا، این میگه وعده الهی هست، وعید الله هست که حتما انجام شدنی است. مفعول یعنی انجام شدنی حتما هست. شما جنایت کنین، الله با سر شما جنایتکاران لشکر را میاره که تباهتان کنه. ثم باز الله متعال میگه رددنا لکم الکره، باز بر شما دوباره مرتبه دیگه، کرت دیگه، یک کرت ما شما در فارسی ها میگیم یک کرت، باز یک کرت بر ما هم نوبت میرسه، باز بر شما یک مرتبه دیگه چی کردیم؟ یک چانس دادیم و شما را قوی ساختیم علیهم بالایشان و امددناکم، و شما را مدد دادیم، کمک کردیم به اموال که صاحب مال بودین، صاحب لوجستیک بودین، تجهیزات بودین، امکانات بودین، و بنین صاحب فرزندان بودین، و جعلناکم و گردانیم شما را اکثر و نفیرا، بسیار با لشکر زیاد، بسیار لشکر خوبی پیدا کردیم. پس برتان یک چانس دادیم و برتان گفتیم که حکم الله اینمی هست. چی است حکم الله؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کنین، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله عمل بکنین. هر پیغمبر کتابی داره و سنتی داره. اگر شما مطابق کتاب الله و سنت رسول الله عمل بکنین، احسان بکنین، احسنتم لانفسکم، این احسانتان برای خودتان است. و این اسعتم، و اگر نافرمانی کردین، ناسپاسی کردین، بدکارگی کردین، فلها، پس جزای گناهتان بالای خودتان است. مثلا تو محصل هستی، در صنف میری، اگر درس میخوانی، اگر نوت میگیری، اگر یادداشت میگیری، پس نتیجه تو کامیاب میشی. آیا بازم شهادتنامه یک بر من میتی که استاد بگه اینا من متخصص اقتصاد شدم یا من دکتر شدم یا انجینیر شدم، استاد اینی 5% دکتریم است تو؟ این احسنتم لانفسکم. اگر قرآن میخوانی و سنت میخوانی، در خواندن قرآن و سنت هم اگر در روز آخرت پیش از من تو را به جنت برد، پیش از من تو موفق شدی، سوالات بسیار خوب جواب گفتی، از پل صراط بسیار خوب تیر شدی، از کلکین جنت تو تیر میشی، برای نفس خودت است. و این اسعتم، و اگر باز شما نافرمانی کردین، ناسپاسی کردین، مخالفت با قرآن و سنت کردین، دیگه چی است؟ فلها، پس به نفس خودتان برمیگرده. فاذا جاء وعد الاخرة، باز وقتی که بیاید وعده دومی، اینجا منظور از آخرت اول و آخر میگه. اینجا آخرت منظور نیست دنیا و آخرت، اینجا آخرت در مقابل عمو فساد اولی است. در عربی وقتی که دو تا باشه یک دو نمیگه، میگه اول و آخر. در اولی جنایت کردین، لشکر آمد شما را تکه تکه کرد. آل مرتبه دوم باز میگه اگر وعد الاخره بیه، یعنی نوبت دوم فسادتان بیه، وعده دیگه بیه که باز شما فساد میکنیم، لیسوء وجوهکم، باز چی میشه؟ باز جگر خون خوار میسازد روحایتان را. یعنی یک دفعه سهل میکنین که چی است؟ اما بدیهای از او چی میاد؟ روح شما ظاهر میشه. انسان جنایتکار از چهرهش معلوم میشه که جنایتکار است و بدبخت است. چهره های شما هم اما تغییر میکنه. ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره، باز داخل میشه اما لشکر. وقتی که شما فساد کردین، باز لشکر خطرناک سر شما میه، کما دخلوه اول مره، باز مثل که مرتبه اول آمده بودن، باز میان و شما را نیست و نابود میکنن. ولیتبروا ما علوا، تا که هلاک بکند امو کسانی را که اونا چی کردن؟ سرکشی کردن و خدا عالی پنداشتن، تدبیرن خوب اما تا هلاکت قوی. عسا ربکم ان یرحمکم، شاید یا امید است که رب شما، پروردگار شما، بالای شما رحم بکنه. و این عدتم، لکن الله میگه اگر باز هم شما فساد بکنین، دوباره اعاده کنین و برگردین به می اشتباهات، الله متعال میگه و این عدتم عدنا، اگر شما برگردید رجوع کنید، ما هم رجوع میکنیم. و جعلنا جهنم للکافرین حسیرا، و ما گردانیدیم جهنم را برای کافران حسیرا، زندان. این یک زندان خطرناک الهی که آتش دوزخ است، بازی برای عظیمه جنایتکار است.
ان هذا القرآن، آل الله متعال میگه که این قرآن عظیم شان که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تو نازل شده، یهدی هدایت میکنه للتی، به اون راهی که هی اقوم، اون راه بسیار درست است، راه صحیح است. و یبشر المؤمنین، و این قرآن عظیم شان بشارت میده برای مؤمنان، الذین، برای اون مؤمنانی که یعملون الصالحات، اعمال صالحه میکنه، ان لهم اجرا کبیرا، که یقینا بر از اونا اجر بزرگ است. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، و یقین داشته باشید الذین، کسانی که لا یؤمنون بالآخره، به آخرت ایمان نمی آورند، اعتدنا لهم، الله متعال میگه ما آماده کردیم برایشان عذابا الیما، عذاب دردناک را. و یدعو الانسان، یک صفت خراب یا زشت انسانها را بیان میکنه، میگه یک صفت خراب انسانها چی است؟ که بعضی اوقات سر خود دعای بد میکنه. ما و شما بسیاری وقتا سر خود دعای خوب میکنیم، لکن بعضی اوقات است که انسان جگرخون و از غضبناک میشه، باز خودش چی میکنه؟ سر خود دعای بد میکنه. و یدعو الانسان بالشر، دعا میکند انسان بعضی اوقات دعای شر یا بد را میکنه. دعا اهل بالخیر، مثل که دعای خیر میکرد. و کان الانسان عجولا، این انسان بسیار عجول و شتابکار است، همیشه در هر کار عجله میکنه، حتی میخواه که غضب الله را سر خود سود کشف بکنه. این اشتباهشان است. الله متعال دلایل قدرت خدا بیان میکنه و میگه که وجعلنا اللیل و النهار، ما گردانیدیم شب و روز را، آیتین، دو دلیل، دو نشانه از قدرت خود، فمحونا، باز ما محو میکنیم آیت اللیل، امو تاریکی و نشانه های شب، و جعلنا آیت النهار مبصره، و باز ما میگردانیم نشانه های روز را مبصره، روشن، لتبتغوا، تا که شما در این روشنایی که بر شما در روز داده میشه شما طلب بکنید، فضلا من ربکم، فضیلت و روزی از جانب ربتان، ولتعلموا، و تا بفهمین با اختلاف شب و روز شما چی رو درک بکنین، عدد السنین و الحساب، شما تعداد سالها و حساب ماه و هفته و روز و یاره قرن درست گرفته بتارین. و کل شیء، الله متعال میگه و هر چیز را فصلناه، ما به تفصیل بیان کردیم تفصیلا بسیار مفصل. یک چیزی که در روز قیامت شما در اون مقابله میشین، شما هر کاری که میکنین حسنات هم برای خودتان است، زشتی هایتان هم پس به خودتان برمیگردد. الله متعال میگه باز این ما در روز قیامت بر شما نشان میتیم. چی قسم؟ در روز قیامت وقتی شما حرکت میکنین، از هر کسی را دفتر اعمالش در گردنش اویزان میکنیم. متوجه هستین؟ خودش میفهمه که ما چی کردیم. اگر بسیار چیزها را فراموش کرده باشی، متوجه هستین؟ الله متعال میگه و کل انسان، یعنی هر انسان را الزمناه، لازم میکنیم یا متصل میکنیم، طائره، امو دفتر اعمال از او را، فی عنقه، در گردنش، او را در گردنش. خب امت کلان مثل که بسیاری کسا را ببینی کارت یک دفتر که داره نه، در گردنه که چی می باشه؟ یک کارتک می باشه. او کارتک که مجرد می کامپیوتر پرتی تمام گزارشات زندگیش برش میده. اصل نیست تو. این کارت که در گردن از این انداخته شد، وقتی که این کارت که می در کامپیوتر خود انداخت کل چیزا را میبینه. کارت روز قیامت اما تو در گردن از این انداخته میشه که همه چیز خود از این. والله متعال کل انسان ها را چی میکنه؟ علمیت میده. او تو علمیت میده که ولو که ناخوان باشه، هیچ چیز نخوانده باشه، باز روز قیامت امو دفتر اعمال خود خوب خوانده میتونه، خوب دیده میتونه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که اعمال بسیار کم او رو میگه با چشم خود میبینه. چه قسم چشم میبینه؟ حتما ویدیوهای هست که اونجا کلش میبینه که اوه ما این صاحب یک چی کردیم. الله متعال این موضوع رو میگه که شما مردمایی که در تکنولوژی خوب دسترسی دارین، میبینین یک مجرم چه قسم جنایاتش در مقابل چشمش کشانده میشه و خودش میفهمه که ما چی جنایاتی را کردیم. یک نفر تکر میکنه، وقتی پیش ترافیک میره، ترافیک برش میگه که تو ملامت هستی. این میگه نیست من ملامت نبودم، این ملامت بود، این پشت سر آمد محترم تکر کرد، ما خیره نزدیم، این مرا زده. او برش میگه خلاص گپ نزن، تو بانم فیلمشه. وقتی که فیلمش اونجا میمونه برش که سایل میکنه، میگه اوه
والله چطور است؟ میگه حالا من تسلیم هستم. الله متعال میگه و کل انسان و هر انسانی در روز قیامت الزمناه الزامی ما میپرتیم، حتما طائره متصل میکنیم، طائره دفتر اعمال از او را فی عنقه، در چی؟ در گردنش. کارت سوانه و سجل کارهایی که در زندگی دنیا کرده در گردن خودش آویزان است. و نخرج له یوم القیامت، و خارج میکنیم در روز قیامت کتابا، یک کتابی را که یلقاه، که ببیند او کتاب را منشورا، اما تو باز هست. همین کارتک که در کامپیوتر داخل کنی نه، تمام سجلاتی که در طول زندگی کردی کلش برش باز میشه، همین قسم باز میشه. الله متعال برش میگه، ملائکه برش میگه اقرا، بخوان کتابک، دفتر اعمال خودت بخوان. کفا بنفسک الیوم، کافیست به نفس تو و شخص خودتو، الیوم امروز، علیک بالای خودتو، حسیبا حساب کننده، خودت حساب بگی چند فیصد جنتی هستی و چند فیصد دوزخی هستی. حالا ما و شما بعضی اوقات ما برای شاگردا در صنف میگفتم یکی رحمان بانک است، یکی شیطان بانک است. خودت از این صبح تا شام خفتن که در بسترت میری محاسبه بگو که امروز چقدر یونت های عمرت در رحمان بانک انداختی و چقدر دیگه در شیطان بانک انداختی. خودت محاسبه بکن. چند ساعت که تو اون دوها بودی فیلم هندی سعی کردی، چند ساعت که ترکای سیکولر بودی فیلم های سیکولری رسایل کردی، چقدر که قشتی کج بودی فیلم های قشتی کج رسایل کردی، چقدر که یهود و نصارا و که پیروای ازا بودی فیلم های خراب از اونا رسایل کردی، چقدر که مردم های لچک و لندغر بودی فیسبوک های از وار خوانده رفتی، چقدر دیگه تو در مقابل که کل ازی رفت در بانک شیطان، در بانک شیطان برات ذخیره کردی کارهای شیطانی تا، و چقدر دیگه تو در مقابل حضور در مسجد چند دقیقه بودی، با قرآن چند دقیقه بودی، با سنت رسول الله هم چقدر وقت بودی. اگر با قرآن بودی تو با الله هستی، در مسجد الله بودی تو با الله هستی، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوانی تو در اونجا هستی. یک وقت هارون رشید یا یکی از خلفای دیگه از اسلام یک عالم دین دعوت کرد، یک مولوی عالم دین شیخ بود، او رو دعوت کرد، گفت امشب میمان ما هستی. او برای زمین شاگرد ازی گفت که جناب برو برش بگو من خودم میمان دارم آمده نمیتونم. صبح وقتی که شد یک شیطان برای او گفت صاحب در خانه ازی شب یک دیگ پخته نشد، هیچ میمان نداشت، هیچ چیز گپ نبود. من تعقیب کردم هیچ کس نبود. عاجل خلیفه را خاص برش گفت خب من شب تو را میمان کردم، چرا نامدی در میمانی؟ من گفت صاحب میمان داشتم. کی بود میمان تو؟ گفت 1 ساعت صحیح البخاری نخواندم، 1 ساعت یکی از کتاب‌های حدیث خواندم، والله اعلم کدام کتاب حدیث بود. میمان من رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. 1 ساعت دیگه کتاب فلانی عالم خواندم، از امام ابو حنیفه رحمه الله را خواندم، میمان من امام ابو حنیفه رحمه الله بود. 1 ساعت دیگه کتاب امام مالک خواندم، میمان من امام مالک رحمه الله بود. 1 ساعت دیگه فلانی عالم قصه فلانی صحابی را خواندم، زندگی از را خواندم، او صحابی مهمان ما بود. پس ایناله اعمالتون نوشته میشه که شو همین روز با کی تیر کردی؟ با الله سپری کردی، با رسول الله سپری کردی، با علما و فقهای اسلام سپری کردی، با عبادت الله سپری کردی، با یک دوست خوبت که او یاد الله را بر تو میکرد با او سپری کردی، یا برعکس از اون؟ الله متعال میگه اقرا، بخوان کتابک، کتابت را، دفتر اعمالت را، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، امروز کافیست برای خودت که خودت محاسبه بکنی. خدا از این خاطر عمر رضی الله عنه برای بچه خود میگفت که پسرم پیش ازی که در روز قیامت محاسبه شوی، آل در دنیا خدا محاسبه بکن، ببین که چقدر تو جنتی هستی و چقدر چی کارایی کردی که تو را به طرف جنت میکشانه و چی کارایی کردی که تو را به طرف دوزخ میکشانه. من اهتدا، هر کسی که هدایت شد راهیاب شد، فانما یهتدی لنفسه، پاداش هدایتش برای نفس خودش است، هدایت برای خود میشه. و من ضل، و هر کسی که گمراه میشه، فانما، پس یقین داشته باشین که یضل علیها، که گمراه شد برای خود، گمراهیش هم به خودت میرسه و هدایت هم برای خودت میرسه. ولا تزر وازره وزر اخرى، این هم یکی از موضوعات اعتقادی هست. میگه هیچ کسی متحمل گناه دیگران نمیشه.
اینال اینجا دو قسم آیات آمده و دو قسم احادیث آمده. بعضی آیات آمده که تو متحمل گناه دیگران نمیشی، بعضی دیگه آمده که نه تو متحمل گناه دیگران میشی. حالا ما چه قسم بفهمیم؟ باید ایره از نگاه قرآن و سنت بفهمیم. در صورتی که در گناه خودت من هیچ دخل ندارم، تو را گناهیت مرا گناهیم، من متحمل گناهی تو نمیشم، چون من صلاحیت ندارم، نه در گناهی تو صلاحیت دارم، نه در تربیت تو صلاحیت دارم، نه تو بچه من هستی، نه تو مثلا عضو فامیل من هستی، نه تو شاگرد من هستی، گناه تو سر من نمیه. اما اگر پدر هستی، قسم دومش فرزندت خراب میشه، باز تو محاسبه میشی. خانمت گناه میکنه به خاطر بی‌تفاوتی تو، صبح خودت میبرایی و میگه چطور کنم او مردکت، تو برش میگه دلکت. هر جایی که میری به من غرض نیست، او خلاص سرخی سفیده خدا میکنه، تمام رو در لیلامی فروشی میگرده. باز اینجا باز میگه نه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اینجا باز تو مسئولیت داره. باز اینجا رسول الله صلی الله علیه و کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. بناهن اگر تو رعیت ما هستی من مسئولیت تو را دارم، اگر رعیت نیستی من مسئولیت تو را ندارم. بعضی کسا این آیت که میخوانه و آیت دیگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره ایره نمیفهمه. یک کسی هست، یک جوان الله هدایتش کنه، در چیز که شما نشته کنین در اینترنت. یک روز من نشته کردم، یک کسی سر من تبصره کردن، پرسانش کردم که باش ما در اینترنت ببینیم چی تبصره کردن. میگه او دوستان استاد ظاهر دایی که از قرآن غلط تفسیر میکنه. غلط چطور تفسیر میکنه؟ میگه اینه، میگه که اگر یک کسی یک زن در دوزخ بره 4 مرد کتزی میره. بله، چطور به همراه یک زن 4 مرد به دوزخ میره؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. هر شما کدامتان مثل یک چوپان هستین و مسئولیت از رعیت خود دارین. ایناله اگر مسئولیت تو مرد، تو رئیس خانه هستی، کلان خانه هستی، خانمت مسئولیتش داری نداری؟ دخترت مسئولیتش داری نداری؟ رسول الله صلی الله علیه و میگه تو رعیت هستی، کلش پیروای تو است، اتباع تو است. مسئولیت مثلا خواهرت نداری، مسئولیت دخترت نداری، از خانمت نداری، از مادرت نداری. میگه این غلط تفسیر میکنن. در قرآن خود میگه ولا تزر وازره وزر اخرى. اینالی تفکیک نکردن. ولا تزر وازره وزر اخرى برای کسی است که او مسئولیت نداره. اول تو خودت از من که قوی تر هستی، من سر تو زور ندارم، وس ندارم، تو میری گناه میکنیم، ایش من متحمل گناه تو نمیشم. این آیت دیشان است. اما اگر باز تو فرزند من هستی، دختر من هستی، پسر من هستی، مادر من هستی، دختر من هستی، بچه من هستی، عضو خانواده من هستی، زیر دست من هستی، من رئیست هستم، من وزیرت هستم، من رهبر تو هستم، باز اونجا خب وزر تو که من تو را به طرف گناه تو میکنی، تو را من راهنمایی نکنم، خب باز چی میشه؟ باز اونجا متحمل مسئولیت میشه. او بیچاره میآیت خوانده، باز چی میگه؟ حالا مرا به خوارم چی؟ مرا به مادرم چی؟ مرا به خانمم چی؟ خانمم گناهش، مرا گناهش. نه چقدر خوبش. دختر خدا میگه، دخترش میگه که پدر جان، خواهرش میگه پدر جان چطور کنیم امروز؟ هیچ میگه به من غرض نیست، تو را گناهت مرا گناهم. خواهرش تمام روز شب در نایت کلاب است. صبح که میای خانه کجا بودی خواهر جان؟ والا رفته بودم در نایت کلاب. ولا تزر وازره وزر اخرى. نه غلط است، قرآن خودش نفهمیده و میخواد که همون گناه خدا و جرم خدا و جنایت خدا. و این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله نمیفهمه که کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. و آیت قرآن که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. شما وقایه بکنین خدا و اعضای خانواده تان و زیر دستایتان از آتش دوزخ. اینالی آیت شریف است. الله متعال میگه که ولا تزر وازره وزر اخرى. ولا تزر و بر نمیدارد وازره یک گناه کننده وزر اخرى گناه شخص دیگری که در قسمت از او هیچ مسئولیت نداره. حتی بعضی اوقات ما شما مسئولیت دعوت داریم. اگر یک نفره اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اگر تو دعوت کردی، حق بیان کردی، باز اون نفر خودش رفت بدل و اختیار خود گناه کرد و زنا کرد و شراب خورد، باز گناه از او بالای تو نیست. اما اگر تو قدرت داری که میتونی مانع شوی از گناهی ازدی، در رأس حکومت هستی، باز او وقت باز هم
وزر از او بالای تو هست، اونجا باز هست. باید انسان فرق بکنه. و ما کنا معذبین، و الله متعال میگه که ما عذاب نمیکنیم یک قومی را حتی نبعث رسولا، تا وقتی که بر از اونها نفرستاده باشیم یک رسول پیغمبره. ایناله در هر جای الله متعال، در هر مملکت، در هر قاره جهان با کل از چی روان کرده الله متعال؟ حتما پیغمبری را فرستاده. بعض کرده بر ما و شما، بعضش قصهش بر ما و شما نکرده. اما ایره که قصهش نکرده به این معنا نیست که او را روان نکرده. چرا الله متعال میگه که و ما کنا معذبین، و ما هیچ وقت عذاب نمیکنیم یک قومی را حتی نبعث رسول، تا وقتی که بر از او یک رسول نفرستادیم. و یا بعد از ختم نبوت کسایی که جانشین پیغمبرها هستن، یعنی علمای حقانی که حق بر از را چی میکنن؟ بیان میکنه. یعنی خودشان پیغمبر نیستن لکن جانشین پیغمبر هستن، یا مثلا چپراسی پیغمبر ها هستن، خدمتگار پیغمبر هستن، خدمتگار دین هستن. این حتی نبترزم. و اذا اردنا، الله متعال میگه وقتی که ما اراده بکنیم ان نهلک، که هلاک بکنیم یک قریه را، امرنا مترفیها، امر میکنیم ما بر از اونمو سرمایه‌دارای ازی، بر مسئولین سیاسی از اینا، بر مسئولین اقتصادی از اینا و بزرگای از اینا امر میکنیم که شما اطاعت از قرآن و سنت بکنین، اطاعت از شریعت الله بکنین. باز وقتی که اینا ففسقوا فیها، اینا امی بزرگای از اینا در فسق و فجایع گرفتار بودن، اونا در قتل شریک بودن، اونا در مواد مخدر شریک بودن، اونا در جنایت شریک بودن، باز الله متعال میگه ففسقوا، باز اونا خارج شدن از فرمان الله فیها در آن، فحق علیها القول، باز حق میشه بالای از اینا چی؟ همین سخن. کدام سخن؟ سخنه که باز برای مفسدین و مجرمین جزاء الله متعال نازل میکنه. فدمرناها، باز میگه ما ویران میکنیم و هلاک میکنیم، تدمیران، همین قریه و همین منطقه را به هلاکت. چه قسم هلاک میکنیم؟ یا سرش مستقیما عذاب نازل میکنیم، یا زلزله ها در اون منطقه میایه، یا امراض خطرناک مثل اچ آی وی میایه، یا اوتو مرض میایه که مثلا بسته مملکت ببینی کلش پودری و کلش قیلون باز و کلش سیگریتی و کلش چرسی و کلش چیز، یک دفعه صاحب کلش در مرض مبتلا هستن، هلاک میسازی میشن. خب کلش غضب الله هست. این غضب الله هست که صد یک کسی میایه در یک مملکت کوچک 3 میلیون چی باشه. پس اینال وقتی که الله متعال میگه اگر این مردم باز خودشان در گناه مبتلا میشن، شریعت الله را اطاعت نمیکنن، حکم الله را اطاعت نمیکنن، باز میگه چی میشه؟ الله متعال میگه فحق علیها القول، باز بالای از اینا چی میشه؟ ثابت میشه امو سخنه که یعنی حکم الله که او چی است؟ عذاب است بر مجرمین. فدمرناها تدمیرا، باز الله متعال میگه باز ما اینا را هلاک میکنیم. دمرناها، تدمیر یعنی ویرانی و هلاکت است. تدمیرن خوب، اما تو هلاکت قوی و خوب. و کم اهلکنا من القرون، میگه شما اگر این گپ شک میکنین بخونین قصه های قبلی را، چقدر بسیار زیاد. کم اینجا به معنای بسیار است، فهمیدین؟ یعنی میگه بسیار هلاک کردیم ما من القرون، از امتهای قرنهای قبلی را، من بعد نوح، بعد از نوح علیه السلام. شما ببینید چقدر مردم ها هلاک شدن. و کفا بربک، و کافیست به پروردگار تو، به ذنوب عباده خبیر بصیرا، ای که به گناه های بنده هایش با خبر است و اونا را میبینه. من کان یرید العاجله، این هم یک قاعده هست. الله میگه هر کسی که میخواه امی زندگی دنیایی عاجله، میخواه که فقط دمی زندگی دنیا آرام باشه، الله متعال میگه عجلنا له، ما در امی زندگی عاجل برش میتیم، موتر برش میتیم، خانه برش میتیم، امکانات برش میتیم، پول برش میتیم، ثروت و دارایی میتیم، له فی امان نشاء، هر چیزی که خواسته باشیم، لمن نرید، بر هر کسی که اراده بکنیم. ثم جعلنا له جهنم، باز بر ازی میگردانیم آتش دوزخ را. من کانه، هر کسی که یرید العاجله، زندگی عاجل دنیوی را میخواد، عجلنا له فیها ما نشاء، بسیار عجله برش، با بسیار عجله عاجل برش میتیم آنچه را که ما خواسته باشیم، لمن نرید، برای هر کسی که خواسته باشیم. ثم سپس باز بر زمین شخصی که تنها هدفش دنیا و منافع و مال دنیایی است، باز الله متعال میگه باز در آخرت برش میگردانیم جهنم، دوزخ را. یعنی بعضی کسا میگه اگه فلان نفر موتر داشت،
پیسه زیاد داشت، بلند منزل زیاد داشت، این خوشبخت است ولا نیکبخت است. نه، الله متعال میگه ما برای دشمنای خطرناک خودم این چیزا را میتیم، لکن باز در آخرتی رو خوب میگیریم، جهنم برش آماده میکنیم که یسلا که داخل میشه در امی جهنم، یسلاها داخل میشه و در امی جهنم. مذموما مدحورا چی معنی؟ یعنی مذموما در حالت بسیار مذمت، بسیار بدحال، مدحوران که بسیار از رحمت الله رانده شده. یعنی باز اونجا دیگه هیچ چیز نداره، چرا کل عمو نعمت ها را در این دنیا برش داده شده و خودش امیر میخواست.